به نام خدا و روز بخیری حضور تمام شما مخاطبین عزیزی دانشجو تک. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین صحتمند و سرحال و دور از گزند روزگار باشین و شب روزتان انشاءالله که بخیر بگذره. باز هم در سلسله از آموزش‌های اساسات ویندوز امروز قصد داریم که از بخش کنترل پنل بیم تنظیمات ماوس و کیبورد ما و شما مرور داشته باشیم و همچنان بعض تنظیمات‌های ضروری دیگر. خب در نخست طبق معمول باید از طریق استارت منو بریم داخل کنترل پنل. با فشار دادن کلید ویندوز نوشته میکنیم که کنترل پنل. داخل کنترل پنل میریم و از این قسمت ما در جستجوی آیکن ماوس یا کیبورد میباشیم. این ماوس هست و همچنان تنظیمات کیبورد هم ما و شما در این قسمت داریم که انشاءالله مرور خواهد کردیم. خب در نخست میریم در قسمت ماوس باز میکنیم. ببینید در اینجا ما و شما تنظیمات ماوس داریم. تنظیمات مخصوص ماوس است. یک چیز باید داشته باشین که این تنظیمات مخصوص ماوس دل می باشه یا درایوری که نصب شده، نرم افزاری که نصب شده هم چک چیز نشان میده. اما شما میتونید که راحت با کلیک کردن در قسمت تنظیمات پیشرفته تر از این هم شما ببینید میشه. ولی در کل اگر خواسته باشیم که یک تنظیمات عمومی بر تمام کامپیوترها داشته باشیم پس نیاز نیست که ما روی تنظیمات زیاد بحث بکنیم. این تنظیمات بسته میکنیم چون در تمام کامپیوترها هم چک تنظیمات نیست. بیشتر تمرکز بالای این تنظیمات میباشه. یعنی منوی اول که دل تچ پد است این مخصوص خود کامپیوتر ما میباشه. خب منوی اول که ما باتونز داریم یا دکمه ها داریم. در اینجا سه آپشن داریم. یکی باتن کانفیگوریشن است و دبل کلیک اسپید است و در ضمنش کلیک لاک است. گزینه اولی که ما داریم سویچ پرایمری اند سکندری باتن است. ببینید ماوس در کل چی ماوس لپتاپ بوده باشه چی ماوس های دسکتاپ یا به صورت کیبل یا وایرلس موصل میکنیم دو کلید می داشته باشه، یک اسکرول می داشته باشه. پس در این صورت ببینید یک کلید به طرف چپ داریم یکی به طرف راست داریم. پس ما میگیم کلید اولی و کلید دومی میگیم برش. پس در این صورت ما و شما میتونیم که با فعالسازی این گزینه یا این چک باکس میتونیم که گزینه ها دکمه ها را وظایفش تبدیل بکنیم. ببینید ما با چپ کلیک، این چپ کلیک است، با چپ کلیک من میتونم میره انتخاب بکنم. زمانی که انتخاب کردم ببینید وظیفهش تبدیل شد. حالا دیگه آنچه که چپ کلیک انجام میداد راست کلیک انجام میده. حالا من خواسته باشم اگر راست کلیک بباشن چپ کلیک اگر من فشار بدم ببینید هیچ عملکرد صورت نمیگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه مکمل مسئولیتش تخیل کرد. پس حالا اگر من با راست کلیک بخوایم انتخاب بکنم ببینید با راست کلیک وقتی انتخاب میکنم پس در این صورت چی کار میشه؟ کلید دوباره تبدیل میشه. خب یک عده کسایی هستن که با تبدیل کارکرد دو کلید بسیار راحت میتونن کار بکنن. مثلا وظیفه چپ کلیک راست کلیک انجام بده، راست کلیک چپ کلیک انجام بده. به این منظور میشه که ما از این گزینه استفاده بکنیم و یک تنظیمات خیلی خوبی است برای یک کسا و یک کسایی که چپ دست هستن از این تنظیمات استفاده میکنن. اما خودم بیشتر اشخاص بگویم از این تنظیمات پیش‌فرض استفاده میکنن. خب گزینه بعدی که ما دیگه داریم در قسمت دبل کلیک اسپید است. دبل کلیک اسپید بر ما و شما چی کار میکنه؟ گفته که دبل کلیک اسپید the folder to test your setting. If the folder doesn't open or close, try using a slower setting. در کل وظیفه شمی است که فولدر برای ما و شما بسیار به سرعت زیاد یا به سرعت بالا باز میکنه. البته این برمیگرده به سرعت خود کامپیوتر هم. از این خاطر این تنظیمات در یکی از کامپیوترها چندان قابل محسوس نیست. نمیتونه میره اسم بکنیم که واقعا این کار میکنه یا نمیکنه. به این خاطر بهتر همی است که این گزینه را همیشه در حالت فست قرار بدیم، یعنی زودتر باید باز بکنه. چون کامپیوتر ما یک اندازه گرنگ است شاید احساس نشد. به این خاطر ما همیشه در فست گذاشتیم در صورت ازی که اگر کامپیوتر در حالت خوبتر و بهتر هم کار میکنه بازم فولدر رو بتونه باز بکنه. گزینه بعدی که در اینجا ما داریم در قسمت کلیک لاک است. کلیک لاک وظیفه چی است؟ کلیک لاک به این معنی که کلیک ما شما را لاک یا قفل میکنه. ببینید در صورت ازی که میره اپلای بگویم ما میخوایم که اینی فولدر هم تنظیمات ای طرف بیاریم
این فولدر زمانی که من چپ کلیک فشار میتم میخوایم که به این طرف انتقال بدم، زمانی که چپ کلیک رها کردم فولدرم ترک میشه از انتخاب ماوس. متوجه هستین؟ من دوباره اگر بیارم به این شکل ببینین، زمانی که کلیک رها میکنم فولدرم از خود کرسر جدا میشه. اما اگر خواسته باشم نه، وقتی یک بار کلیک کردم لاک باشه بدون از تا زمانی که من کلیک نکردم دیگه نشانگر ماوس فولدر یا فایل یا بالاخره برنامه را هر آن چیزی که هست این را نباید ترک بکنه. پس ما بالای تورن آن کلیک لاک البته کلیک میکنم یا فایل سازی میکنم میشه. ببینین زمانی که من اپلای میگم این تنظیمات چی شد؟ عملی شد. حالا من اگر فشار بدم در این صورت تا زمانی که من دوباره کلیک نکنم، ببینین ما برای فعلا کلیک فشار ندادیم، فقط یک بار فشار داده گرفتم بس خلاص. حالا دیگه در قسمت خواسته باشم با ماوس میتونم تغییرات بدم. وقتی خواسته باشم که دوباره در هر قسمت از صفحه یا فولدر این فولدر یا فایل جای به جای بکنم، فقط یک بار کلیکش میکنم بس خلاص. فشار داره میگیره میشه، این چی کار میشه؟ لاک میشه. پس میتونم راحت در هر قسمت انتقالش بدم. وظیفه ازی همی است. اگر خواستین از تنظیمات استفاده بکنید میتونید از این روش کار بگیرید. خب من به خاطر از اینکه از این استفاده نمیکنم به این منظوری باید غیر فعال باشه. دوباره پس اپلایش میکنم. گزینه بعدی در قسمت پوینتر یا نشانگر است. یکی در نشانگرایی است که توسط خود ویندوز اینجا برای ما و شما نصب شدگی است. ببینیم به طور مثال من از نشانگر سیستم اجتماع یا ویندوز بلک استفاده میکنم. اگر خواسته باشم یگان نشانگر دیگر استفاده کنم، به طور مثال اینی اکسترا لارج. ببینین نشانگر ماوس ما بزرگ میشه. این حالت هایی که شما میبینید برای فعلا در وضعیت های ماوس هست. به طور مثال در حالت سلکت به این حالت میباشه. working in background در صورت از اینکه کدام برنامه در بک‌گراند کار میکنه به این حالت است. اگر کامپیوتر شما مصروف میباشه به این حالت قرار میگیره. یا به طور مثال متن میخوایم سلکت بکنیم به این حالت میباشه. کدام چیز دستنویس میخوایم نوشته بکنیم به این حالت میباشه. و این حالت های دیگه است که به طور مثال ما میتونیم که سایزی برای صفحه را بزرگ بسازیم، کوچک بسازیم در کل، یا بالای لینک قرار میگیرین. ببینید در این حالت قرار میگیره. پس اگر خواسته باشیم که ما تغییرش بدیم میتونیم اینجا تغییر بدیم. من میخوام این انتخاب بکنم، اپلای میگم. زمانی که اپلای گفتم این ماوس ما تغییر کرد. پس در این صورت میتونم که نظر به علاقه که دارم کدام میشه راحت است من روی در کار ابروش امور ما میتونم انتخاب بکنم. گزینه‌های دیگر هم اینجا داریم. به طور مثال به این شکل ببینید زمانی که من اپلای میگم این به شکل ترانسپرنت میایه، بس به شکل شیشه واری برای من معلوم میشه. ببینید زمانی که من این قسمت میم سیاه میشه چون بک‌گراند سفید است، برعکس کار میکنه. اگر من این قسمت میم ببینید ماوس ما تغییر میکنه با بک‌گراند، البته چی میشه نشان میده، دیزاینش به شکل بک‌گراند از خود بک‌گراند میگیره. اگر خواستیم از این استفاده میکنیم. در غیر از او گزینه بعدی شامی است، البته همون سیستم خود ویندوز است و در ضمنش دیگه گزینه دیگه داره میتونید که شما انتخاب بکنید و در ضمنش شما جداگانه میتونید نصبش بکنید، مشکل نداره. برنامه‌ای است که شما همین خود پوینتر یا پکیج داره نصبش میکنید، در کل اینجا میاد و شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب برای فعلا من همین گزینه رو انتخاب میکنم و در اینجا اپلای کلیک میکنم تا اینکه تنظیمات اینجا تطبیق شود. خب گزینه بعدی که در اینجا ما داریم انیبل پوینتر شادو است. در قسمت پوینتر ما و شما یا نشانگر ما و شما یک سایه افزود میکنه که ببینید من اگر این زوم بکنم سفر کم زده زوم میسازم تا اینکه راحت شما ببینید خود ماوس ما یک سایه داره. اگر من غیر فعال بکنم ببین بالفعل سایه داره. من اگر غیر فعال بکنم بیایم اپلای بگم سایه‌اش از بین رفت. متوجه هستین؟ اگر چی در زیاد معلوم نمیکنه و زیاد قابل دید نیست، ولی به هر صورتش اگر خواستین میشه از استفاده کنید. یک زیبایی میده برای ماوس ما و شما. ببینید این از سایه ماوس است. خب یوز دیفولت از پوینتر پیشفرض میتونید استفاده بکنید، دارت حوالیه قرار میده. براوز هم در صورت از اینکه گفتم اگر کرسرهای دیگر داشتین یا نشانگرهای دیگر داشتین میتونید استفاده بکنید. این کرسرهایی است که اینجا در ویندوز وجود داره، البته وجود داره که برای فعلا در اونجا ما و شما پکیج شدیدیم. میتونیم از اینجا انتخاب بکنیم. در غیر از او میتونیم از کدام جای دیگر اگر ما و شما بیاریم میتونیم از حافظه کامپیوتر، از فلش یا هارد دیسک میتونیم که پوینتر ماوس اینجا افزود بکنیم. خب گزینه بعدی که اینجا ما داریم در قسمت پوینتر
آپشن است. در اینجا چند گزینه داریم که موشن داریم که حرکت معنا میده یا عمل معنا میده یا تحرک معنا میده یا هر چیزی که شما معنا میکنین. در اینجا ما سلکت پوینتر سپید داریم که در اینجا میتونیم ما سرعت پوینتر خود تنظیم بکنیم. در صورت از اینکه ببینیم ما برای فعلا پوینتر ما حرکت میتونم به این شکل است. اگر من اسپید از این بالا میبرم مجرد که اندک حرکت میتونم پوینتر ما چی میکنه سرعتش بیشتر میشه. اگر با سرعت بیشتر راحت هستین میتونین که قسمت در حالت فست قرار بدین. اگر نه که بسیار با حالت تیز کار کنه میتونین میشه حالت سلو قرار بدین. ببین حالا ما هر قدر که من میخوایم که حرکت بتونم بسیار با آهستگی حرکت میکنم. پس این برمیگرده به کارکرد خود شما. با حالت فست قرارش میتونم باشه. خب گزینه بعدی که اینجا ما داریم در قسمت اسنپ تو است. اسنپ تو وظیفه‌اش چی است؟ زمانی که ما شما میخوایم که یک فایل رو دلیت بکنیم یا یک پیام در صفحه کامپیوتر ما شما ظاهر میشه، اتومات خود کرسر یا نشانگر ماوس بالای اوکی یا بالای یس باید قرار بگیره. ببینین من اگر خواسته باشم که اینو دلیتش بکنم، من زمانی که دلیت میگم خب چون گزینه دلیت ما قسمی هست که هیچ کدام پیام نمیده، ما ببینین من یک انتخاب میکنم میگم دلیت، اینجا کرسر برای فعلا در این قسمت است ولی اینجا برای من یس و نو جواب داده. اگر خواسته باشم کرسر اتومات به سر یس، پس چی کار میکنیم؟ گزینه را فال میسازیم. ببینین من این گزینه را فال میسازم، حالا اپلای میگم. حالا اگر خواسته باشم میرم دلیت بکنم، ببینین کرسر اتومات آمد در قسمت بالای دکمه یس. پس ما راحت میتونیم، ضرور نیست که ما کرسر از این طرف بیارم به این طرف، مستقیم بالای یس کلیک میکنم. گزینه بعدی که در اینجا ما داریم ویزیبیلیتی است، دیسپلی پوینتر تریلز است که در حقیقت امو دنباله معنا میده. اگر خواستین که ماوستون یک دنباله داشته باشه از این گزینه استفاده میکنید و از این گزینه هم شما بسیار راحت میتونین که یا از تایملاین هم میتونین بسیار راحت کوتاه بکنین یا طویلش بسازین. لانگ طویل معنا میده. اگر خواستین که کوتاه باشه می در قسمت شارت کوتاه میسازید. ببین بسیار کم یک کم احساس میشه که سایه داره، ببخشید دنباله داره. اگر نخواستین غیر فالش میکنیم. گزینه بعدی که دیگه ما داریم هاید پوینتر وال تایپینگ است. زمانی که شما میخواین تایپ بکنین پوینتر بر شما نشان داده نشه. مثلا در برنامه ورد است، برنامه اکسل است یا کدام جای دیگه است میخواین تایپ بکنین، پس در این صورت نباید پوینتر نشان داده شه. این گزینه را فال میمونیم. اگر فال نماندین پس در این صورت پوینتر شما را نشان میده. گزینه بعدی که ما در اینجا داریم شو لوکیشن اف پوینتر است. زمانی که ما این گزینه را فال میمونیم، ببینید من یک بار کیبورد ما در روی صفحه میارم. ببینید زمانی که ما کلید کنترل فشار میتونم هیچ اتفاق نمیفته. اما اگر این گزینه را من فعال میمانم، زمانی که من کلید کنترل فشار میتونم در هر قسمت که پوینتر قرار داشته باشه یک حلقه میده. ببین وقتی کنترل فشار میتونم حلقه میده. پس اگر خواستین از این استفاده بکنین، اگر نخواستین استفاده کنین، جای کاربردیش کجاست یا در کجا استفاده میشه. به طور مثال اگر حالتهای پیش میاد که شما نمیفهمید ماوس در کجا است، اشتباهاً وقتی ماوس میگیرین کلیک میشه یک جای، میشه امکان داره اون جای بسیار حساس بوده باشه که با یک کلیک کردن امکان داره تمام کارهایتان بر هم بخوره. از این خاطر قبل از اینکه شما بخواین ماوس حرکت بدین یا در بعضی حالت‌ها امکان داره ماوس با خود بک‌گراند همخوانی بکنه، دید نداشته باشین، از این خاطر چیکار میکنین؟ کنترل فشار میدین تا اینکه بفهمین ماوس ما در کدام موقعیت است، باز حرکت بدم که به طور مثال کدام عملکردی از طرف ما صورت نگیره یا برنامه ما، اپلیکیشن ما یا کار ما بسته نشه. از این خاطر اینجا استفادهش است. من این غیر فعالش میکنم. اپلای. گزینه بعدی که داریم ویل است. ویل چی کار میکنه برای ما؟ ببینید گزینه اول که از ورتیکال است، دوم هوریزونتال است. ورتیکال در حقیقت امو حالت عمودی را میگه. زمانی که ما و شما میخوایم که اسکرول بکنیم یا به طور مثال ما میخوایم که یعنی چی را باز میکنم، ببینین زمانی که من میخوایم اسکرول بکنم امو چرخه یا لوله که بالای ماوس هست به صورت ما برش اسکرول میگه، به شکل تیری که است. اینو چیکار میکنین؟ وقتی که اسکرول میکنین ببینید صفحه بینی اندازه اسکرول میشه، یعنی سرعت اسکرول رو برای ما شما نشون میده. حالا من اگه خواسته باشم بیایم در قسمت ماوس اسکرول چی میگم این برای فعلا 3 خط گفته، یعنی با هر بار اسکرول کردن 3 خط باید بالا بره. من میگم این بالاتر شود، به طور مثال میگم 10 خط شود. خب
میگم 10 خط شو. حالا میگم اپلای. ببینین حالا اگر من اسکرول میکنم ببینین چقدر زیاد بالا میره. یک بار اسکرول میکنم به این اندازه بالا میره. یعنی 10 خط از صفحه وب باشه، صفحه ورد باشه یا در هر صفحه که شما نوشته میکنین یا چیزی را میخوانین در کل چیکار میکنه؟ به او اثرگذاری داره. پس بیایم در قسمت ماوس میگم که ای باید چند باشه؟ 1 باشه. 1 قرار میدم، اپلای میگم. حالا که من اسکرول میکنم ببینین چقدر حرکت میکنه، یعنی به اندازه 1 خط حرکت میکنه. پس اینجا شما میتونین که نظر به استفاده تان یا نظر به خوانش صفحه وبتان یا پی دی اف تان میشه ایره تنظیمش بکنید که برای فعلا من ایره همو 5 میگذارم میشه تا ای که راحت بکنم ازش استفاده کنم. حالا که 5 میگذارم، یک بار که من میخوایم اسکرول بکنم به این اندازه اسکرول میکنه. خب گزینه بعدی که ما در اینجا داریم در قسمت هوریزونتال اسکرول است. هوریزونتال اسکرول برای ما و شما برعکس از این کار میکنه، یعنی از طرف چپ به طرف راست به این شکل کار میکنه که بازی هم میتونید شما استفاده بکنید. خب گزینه اخیری که داریم ما به نام هاردویر داریم یا خود سخت افزار ماوس ما و شماست. ما در اینجا برای فعلا 2 دانه سخت افزار داریم. یکی HID یا کامپرنس ماوس، در حقیقت ماوسی است که ما وصل ساختیم و دیگه دل تچ پد ماوس خود لپتاپ است. اینجا برای ما شما فقط نشان میده که ما چند دانه ماوس داریم. دیگه کدام چیز خاصی در اینجا وجود نداره. پس اوکی میکنیم و گزینه ماوس به کلی بسته میکنیم. میایم در قسمت کنترل پنل و میایم در مورد کیبورد. کیبورد هم برای ما و شما چند گزینه داره. یکی هاردویر است که هاردویر برای ما و شما برای فعلا 1 دانه کیبورد داریم مثل ماوس ولی کدام چیز خاص نیست. در قسمت اسپید ما سرعت کیبورد میتونیم تعیین بکنیم. ببینید برای فعلا در اینجا برای ما و شما نمایش میده. درست است؟ در اینجا پیش نمایش داره. ریپیت دلی به این معنا که وقفه معنا میده، یعنی وقفه تایپ ما و شما چقدر باید باشه. ببینید من یک بار میام در قسمت لانگ اپلای میگم، در اینجا ما باید نوشته بکنم. ببین من که 30 فشار داره میگیرم، فشار داره میگیرم. ببینین یک مکس میکنم، متوجه شدین؟ یک مکس میکنم. اگر خواسته باشیم که اینمی مکس بسیار کوتاه باشه پس چی کار میکنم؟ من به شارت نزدیکش میکنم. حالا من که اپلای میگم بیایم در قسمت وقتی 30 فشار داره میگیرم بسیار کوتاه میشه. ببینید وقفش بسیار کم شد. متوجه شدید؟ وقفش بسیار کم شد. گزینه بعدی در اینجا ریپیت ریت است. پس اینمی تایپی که ما میکنیم سرعت تایپ چقدر باید باشه. اگر ما بیایم در این قسمت سلو را انتخاب بکنم، اپلای بگویم، حالا ما اگر میخوایم تایپ بکنیم فشار داره میگیرم. ببینید یک تا تایپ میکنه. دقت کردین؟ در صورت ازی که من بیایم میرا فست قرار بدم، بعد از بیایم اپلای بگویم، حالا که بیایم بال ما میخوایم تایپ بکنم، ببینید به صورت تیز تایپ میکنه. این برمیگرده به خودمون نوعیت تایپ شما. گزینه اخیری که از قسمت کرسر بلینک ریت است که امی سرعت چشمک زدن خود کرسر بر ما نشان میده که باید زود چشمک بزنه یا بسیار آهسته باشه. ببین در قسمت بگیریم نن، یعنی اصلا چشمک نمیزنه. اگر کم زیر بالا قرار بدیم ببین بسیار دیر چشمک میزنه. هر قدر ما در فست نزدیک بکنیم به ما اندازه زود چشمک میزنه. که هم نظر به مو سرقیتون میتونین که تغییرات برش بیارین. اپلای میکنیم و در قسمت کیبورد هم تکمیل شد. یک گزینه بعدی که اینجا ما داریم در قسمت ساوند است. میایم ساوند هم کار میکنیم و فونت هم کار میکنیم. بعد از اون ان شاء الله درس ما تمام است. در قسمت ساوند زمانی که کلیک میکنیم ببینید برای فعلا ما یک دانه اسپیکر داریم یا اسپیکر خود کامپیوتر ما و شما هست که در اینجا برای ما و شما نشان میده. در صورتی که خواسته باشیم تغییرات برش وارد بکنیم بالاش دبل کلیک میکنین یا در قسمت پراپرتیز هم که بیاین برای ما و شما تنظیمات بیشترش میاد. دبل کلیک یا پراپرتیز. در قسمت لیول ما و شما میتونیم که لیولش بالا کنیم یا پایین ببریم که ما از این قسمت هم میتونیم انجامش بدیم. ببینید اگر قسمت بالا میبریم در اونجا برای ما و شما بالا میره. گزینه بعدی در قسمت ادوانس است. ادوانس برای ما و شما چک میکنه یا خود اونمو کوالیتی صدا یا کوالیتی وایس یا اودیویی که از کامپیوتر ما و شما خارج میشه اینا برای ما و شما نشان میده که ما با کدام کوالیتی ببینید با کدام کوالیتی باید صدا را بشنویم. در اینجا یک مسئله است که ما میتونیم که خود لاود اسپیکرهای خودم چک بکنیم.
زمانی که اگر لاود اسپیکر مشکل داشته باشه، گاهی وقت میخواین کامپیوتر بخرین، میتونید اینجا هم چکش بکنین. اگر کدام چیز دیگه نبود راحت میتونید چک بکنید تا اینکه برای ما شما نشان بده که واقعا کامپیوتر ما لاود اسپیکرش درست است. خب در اینجا کدام چیز خاص دیگه وجود نداره. در قسمت ریکورد ما شما میتونیم که مایک خود تنظیم بکنیم. از کدام مایک میخوایم استفاده بکنیم. مایک کامپیوتر برای فعلا فعال است. مایک های بیرونی هم میتونید شما وصل بکنید اینجا و راحت میتونید استفاده بکنید. مایک هم به صورت لاود اسپیکر بسیار راحت میتونید لیولش از بالا و پایین ببرین. در قسمت اردوش لیول مایک است. میتونید بالا ببرین که با کدام بلندی صدا، درجه صدا باید ثبت بکنه. در قسمت لیسنینگ هم ما شما زمانی که میخوایم ثبت بکنیم، اگر این گزینه را فعال بانیم، هم از مایک صدای ما به کامپیوتر میره و دوباره در صورت ازی که گوشکی داشته باشیم از طریق گوشکی را ما میتونیم دوباره بشنویم میشه اگر این گزینه فعال باشه. که در بعضی حالت ها یگان کسایی که اگر تولید محتوا دارن میتونن از این استفاده بکنن که واقعا مطمئن شوند که صدایشان در سیستم درست ثبت میشه یا ریکارد میشه، میتونن از این گزینه استفاده بکنن که ما در این موردش کدام تغییراتی برش وارد نمیکنیم. اینجا کدام تنظیمات خاص دیگه در این زمینه وجود نداره، فقط خاص به خاطر از اینکه در صورت از اینکه کدام مشکل براتون برمیخوره باز راحت میتونید که اینجا چک بکنید. اگر متوجه باشین در درس‌های قبلی هم که ویدیوش هم از دیوایس منیجر که جایی که ما و شما میتونستیم که نرم افزارهای مخصوص سخت افزار خود نصب بکنیم، در اون قسمت ما و شما چی کار میکردیم؟ میایم در قسمت مای کامپیوتر و در قسمت منیج میتونستیم که نرم افزار را نصب بکنیم. در صورت از اینکه اگر مشکل لاود اسپیکر یا مایکتون از این قسمت باشه میتونید تنظیمات تغییرات برش وارد بکنید، بین از اصلاحش بکنید. در صورت از اینکه نه مشکل از نرم افزار باشه، با در قسمت دیوایس منیجر شما راحت میتونید از چی کار بکنید؟ بین لاود اسپیکر ببینید مایک لاود اسپیکر و میکروفون خود اینجا میتونید راحت نرم افزارش آپدیت بکنید، پس مشکل برطرف میشه. به خاطر ترابل شوت یا مشکل زدایی خود ویندوز میباشه که به مشکل برخوردین، این را حتما تست بکنید میشه. گزینه بعدی ما در قسمت فونت داریم. ببینید در قسمت فونت یک فولدر مخصوص است، به شکل فولدر است، به شکل برنامه نمیتونیم بگوییم. تمام فونت ها یا تمام نوعیت های خطی که از طریق خود ویندوز نصب شده اینجا برای ما و شما نشان میده که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. در برنامه‌ای که ما متن نوشته میکنیم راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم و ما میتونیم که فونت های دیگر را خود ما دلخواه نصب بکنیم. منتظر میشیم تا اینکه فولدر یک بار باز شود و بعد از اون تا وقت ما یک بار سر میذارم به درایو خود تا اینکه اینجا ما یک فونت پکیج دارم، فونت پکیج دارم، ایرا ما پیدا میکنم و تا اینکه بتونم ایرام نصب بکنم و شما راحت میتونید ازش استفاده بکنید. عربی است، انگلیسی است، چینایی، رومی، خب انواع مختلفی است، هم از طریق ویندوز نصب شده هم بعدا نصب شده است. اگر خواسته باشین کدام فونت را نصب بکنین یا کدام نوعیت خط را نصب بکنین، ببین در اینجا من چند نوع فونت دارم. ببین داخل فولدر من کمی بزرگ نمایش میکنم، فونت نستعلیق باز میکنم. ببین یک فولدر است اینجا به نام نستعلیق فونت، دو دانه البته داریم، یکی بیتا است یکی هم نستعلیق فونت است. اینو باز میکنم، این نستعلیق فونت است. ببین نوعیتش عین همون فونتی است که داخل فولدر شما میبینید، متوجه هستید؟ عین هم یک شکل است، کام تفاوت نداره. پس اگر خواسته باشم میره نصب بکنم، من میتونم راست کلیک بکنم، چی بگویم؟ انستالش بگویم، پس این نصب میشه. اگر خواسته باشم که به این شکل نصب نکنم، فقط با چپ کلیک ماوس میارم اینجا چی میکنم؟ در داخل فونت افزود میکنم. ببین در حال انستال میگه، انستالینگ فونت نصب شد. به این شکل میتونیم فونت خود نصب بکنیم، یا به طور مثال این فونت دیگه است، میتونم میرم به این شکل بندازم اینجا اضافه بکنم. خب دیدین که فونت اینجا چی کار شد؟ نصب شد. ببین دوباره من که خواستم افزود بکنم میگه این فونت قبلا وجود داره، پس میخوای دوباره جای به جایش بکنی؟ من میگم نه خیر، نیاز نیست، چون ما قبلا یک بار نصبش کردیم. ببینید در این قسمت ما فونت های دیگر هم داریم که شما میتونید راحت نصبش بکنید، یا پیجان فونت های فارسی است و یک به شکل دیگه می باشه، به شکل برنامه می باشه، چون ما قبلا براتون روش نصب برنامه رو براتون گفته بودم، درست است نه؟ حالا فونت ها به شکل برنامه می باشه، یعنی به صورت یک فایل می باشه که خودش نصب میکنه، نیاز به این نیست که ما شما کپی بکنیم در اینجا بندازیم یا اینکه مستقیم نصبش بکنیم. زمانی که میره باز میکنم مثل یک برنامه رو میخوایم نصب کنم، next میگم، اینستال میگم، یک دفعه فونت ها اینجا در حال نصب شدن است برای فعلا. خب ببینید 268 دانه فونت برای فعلا در کامپیوتر ما وجود داره. ببینیم که نصب بکنیم دیگر چه تعداد در
فونت ما افزود خواهد شد. منتظر میمونیم تا اینکه برنامه روندش پیش بره، تا اینکه فونت ها را در کل در کامپیوتر ما کپی بکنه در فولدر مخصوص خودش. البته چون برنامه خودش هوشمند کار میکنن، نیازی به این نیست که ما شما مشخص بسازیم که فونت در کجا باید نصب شود. مستقیم خودش داخل فولدر فونت قرار میگیره، چون چیز دیگه همراهش نیست دیگه، فقط فونت است. از این خاطر در موقعیت خودش قرار میگیره. خب منتظر میباشیم تا اینکه نصب شود. معلوم نیست دقیقاً که چی تعداد فونتی در داخل برنامه جایگزین شده، شاید بیشتر بوده باشه وقتی از اینکه طال میخوره یا زمان گیر است. میبینیم که چند دانه فونت اینجا اضافه میشه. ببینید در حال کپی است. منتظر میباشیم. در حال راجستر کردن فونت ها هست. ببینید در قسمت افزود شده است 296 دانه شد. به تعداد 296 فونت در کامپیوتر وجود داره. 352 فونت در این قسمت دقت بکنید. قسمت ماوس 367 فونت و 381 فونت. به این شکل 397 فونت اضافه شده رئیس. 408 فونت و تا اینکه پیش میره ببینیم که به چند فونت میرسه. یک چیز باید داشته باشین که فونت ها را باز شما میتونید در برنامه‌های دیگه استفاده بکنین. البته یک فونت مشخص را که همیشه میخواین استفاده بکنین یا چک بکنین یک فونت زیبا و مقبول را میخواین استفاده کنین، راحت باز خودتون میتونین پیدا بکنین و همیشه باز از اون استفاده بکنین. نامش باز یک بار از اینتون بگیرین در جستجو، راحت میتونین پیدا بکنین با جستجو کردن نامش. البته یا اسم اون فونت، ببین تمام فونت ها نام داره از خود، یک اسم داره. به طور مثال یک فونت فارسی را ببینیم. این فونت هایی است که مکمل اسمای خود داره. البته کپی نمی باشه. پیش از من فونت نسلیقه میخواستم کپی بکنم، بعد از او گفته که قبلا وجود داره. ببین دبلیو احمد رگولر اکبر، دبلیو اکبر یک نامایی داره، بالاخره توسط خود کمپانی ساخته شده، نامگذاری شده باز. خب برای فعلا تعداد فونت ما به چند رسیده ببینیم. در 551 دانه فونت رسیده و هنوز هم نصب پروسش ادامه داره. 598 تا به می شکل 608 دانه. ببینیم که تا آخر به چند دانه میرسه. 616 دانه فونت. خب تا ای که 634 دانه فونت و بالاخره 655 دانه فینیشت تمام شد و فونت نصب شد. 670 دانه شد در کل. این فونت های دیگه هم هست که شما میتونید راحت نصبش بکنید. انگلیسی است و دکوراتیو است، در قدم و فونت های دکوریشن می باشه. این بود طریقه نصب فونت که براتون آموزش شده شد. خب درس به اینجا کفایت میکنه فکر کنم و آموزش های بعدی رو انشالله که تعقیب میکنیم و ببینیم که داخل خود کنترل پنل چی چیزای دیگه وجود داره. ببینیم اگر کدام موضوع بسیار ضروری بود میخوانیم، اگر نیکی نبود باز میگذاریم. یک چیز دیگه مسیجه که ما شما باز خواندیم، یک مرور میکنیم در موردش. اینجا بیت لاکر است. در مورد بیت لاکر ما شما کوشش میکنیم که اگر چیزایی را مرور داشته باشیم بخوانیم. اینا کار میکنم همراهتون و در ضمنش بعد از باز انشاءالله میریم طرف برنامه پنت میریم، نوتپد میریم و وردپد میریم انشاءالله. سه برنامه را که خواندیم، بعد از او از برنامه ورد یا از از اساسات ویندوز چیز دیگر باز برنامه شما باقی نمیمونه و اگر کدام سوال بدونی باز داشتین میشه که بپرسین یا یکی در کامنت بپرسین تا یکی براتون راهنمایی شه. وقت لذت خوب و خوش براتون خواهان هستم. موفق و سرفراز باشین و امیدوارم از داشته های این ویدیو را چیزی آموخته باشین و به اندوخته هایتان بیشتر شده باشه. وقت لذت خوب و خوش، موفق سرفراز باشین. ماه مبارک رمضان ان شاء الله و خوبی و خوشی بگذرونین. تا ارتباطتون به درگاه الله متعال قبول مقبول بود. وقت خوش، خدا نگهدار.